گروگانگیری برو لباس بپوش. این چه وضعشه داریم؟ ما نمیفهمم. میگم برای گروگانگیری SMG بردارم یا بولپاپ؟ بولپاپ نمی‌کنه. بولپاپ بهتره. بولپاپ ولی بولپاپ بهتره. خیلی نیاز دارم. برو. غلط کردم. برو. موریتا بشین. وایسا من کد سیف کنم بیام. خواهش. خب نه دیگه دیر میشه. خدا ول کنید بشین بریم خدا. همه برین اونجا 10-1 وایسید. کسی نره با گروگانگیری. منتظرم. سریع‌تر بیا. خب آقا الان همه چی دست SSP و حواستون باشه. من دارم یه بالا سوارش بریم. 3 نفر 4 نفرم. بچه من چطور فشار بشید بردارم؟ من بر نمیدارم. بابا یعنی کلیر شات میزنیم تمام دیگه. تعداد 5 تا بده. آدم مثل بچه الزام شد بی زحمت باش بود. یه آدم هم بره از راه اونوری بیاد. جناب آقای امین ناروتو بنده دبیس گروگانگیری است. خودم بیام باشه. خسته نباشید. اصلا نباشه. خوب هستین شما؟ قربان شما. بک بده. یه رادیو بگیم بیایم با هم دیگه صحبت کنیم. من ترس دارم. نه مشکل نه همینجا بگید جان. نگاه چه کن. خبره؟ 3 تا الان که مذاکره کنیم. بفهم. این گروگان خیلی خوبیه. اگر دقت کنه باشی یه آقازاده است. یه میل از پدرش میخوایم، یه میل از شما. 2 میلیون دلار راضی. کیه منظورتونه؟ ها؟ یعنی چی از پدرشون 1 میل میخوایم 1 میل هم از شما؟ 1 میلیونی از شهردارا میگیرین، 1 میلیون از خودتون بدین. چون جورش خیلی اصلا ممکن نیست. این 1 2 این که 1 میل تهش میخوام به شما بدیم. یه نفر بهشون اضافه 1 میل 50 که 1 میل و 50 که چشم با یه دونه موتور تهش. نه یه دونه موتور نه 3 تا موتور لازم نه 3 تا موتور که اصلا امکانش نیست. نهایتا من 2 تا موتور بهت بدم. نه ما 3 تا موتور میخوایم. نه عزیزم گوش بده به من. 45 کنیم تا 1069. چیزیه که دست مام نیست حتی. توجه فرام میشی. 2 تا موتور هم اوکی. 1 میل و 50 با 2 تا موتور. فقط 1 میلیون و 50 که با 2 تا موتور. و اینکه ما 10 دقیقه فرصت فرار میخوایم. حله. نه 10 5 میل منظورم که همون 8 ماه 7 ماه اینجا 5 میل. نه 5 میل که کمه تا به موتور بیشترین تعدادش همین 5 میله. تهش من 6 میل بهت بدم. خسته نباشی آزاد باش عزیزم. خب عزیزم ما بچه 20 کلا 7 نفریم. فکر نکنم مشکل نداره قربون. مشکل نداره. ایرم که خودمم اینا که هستم. مشکل نداره. عالی. یه دور دیگه معنیش کنم. بیا دقیق اینجا وایسید بی زحمت. برو قربونت اونجا دقیق وایس. یاشا به تو گفت. بیا. ای بابا. کاندر عملیات خانم سلطان. من مدیک هستم ولی یه پا پلیسی هم واسه خودم رست نظامی هم دارم. منطقی. بیا مدیکو بگید بیاد. کجا داره میره؟ من مدیکه جانم بیا اینجا بیا. برو از سلامت اون. ما یه دونه چیز هلیکوپتر میخوایم. عزیزم اینی که داری میگی اصلا ممکن نیست. من میگم موتور ستا نمیتونم بهت بدم. بعد میگی هلی میخوام. آره نمیشه. خب از کجا بیارم هلی؟ اصلا هلی نداریم ما. خب یه ام دی میفرستم اون بر از سلامت گروگان. میخوام مطمئن شم. نه نشد. یه دونه هلیکوپتر بده بگو. خب یکم از پول کمتر میکنیم. 950 که هلیکوپتر من از کجام بیارم بدم بهت؟ اصلا هلیکوپتر نداریم. زنگ بزنی به امکانش نیست. اصلا امکانش نیست. اصلا نداریم همچین چیزی. داشتیم که خب چشم من میدادم. نداریم. نیست اصلا. جت اسکی چیزی داری شما؟ آقای سو نه عزیزم تنها چیزی که به شما میشه داد 2 تا موتور بی اف 400. خدا 7 میدین برای گروگان. من 1 میل و 50 هم خودم قبول کردم. از جیب خودم دارم میشه تنمیست گروگانگیری ایران. اوکی. چی میگم من میخوایم کاری با من کنیم 5 نفر اومدیم. چی بدم؟ میترسم. چه کاری با شما کنیم؟ 5 نفر اومدیم. چه کاری دوست داری باید بکنیم؟ مذاکره میکنیم. عزیزم ما اینجا اومدیم که گروگان رو نجات بدیم.
خب باید این گروگان رو نجات بدی. من با یه نفرتون میخوام مذاکره کنم 5 نفر نه چه عزیزم، شما تا زمانی که گروگان دارید هیچ آقا آسیبی به پشت شما اومدیم نمیره. گفتم برید دور شد. امدی فقط باید بیاد اونور چک کنه گروگان. من باید گروگان. سلامت گروگان چک کنم. با سلامت گروگان رو چک میکنی یه دونه ام فقط یه نفر با امدی باشه. من امدی ام. امدی نگاه کن پشتمو. مهدی که کاندر عملیات خانم هوری سلطانی فقط هست. یه دونه ایجنت یا یه دونه حالا هر چیزی میتونه باش بیا. نه همین یه دونه امدی فقط بره برگرد. آره بیا. برو فقط بیا. فقط عذاب باش بچه‌ها من یکم ردیه. های اسپید باشه یه دونه آفرو. بلاک ماشین رو بخون. چی شد؟ گروگان سالم، فقط شکنجه داده شده. بعد تجاوزم بهش شده. یعنی چی؟ بهش تجاوز شده، دندونش هم شکسته شده. عزیزم خیلی آسیب رسوندی به گروگان. دندونش گفتم شکسته آقا شده، جان. تجاوزم بهش شده. آقا یه دقیقه ساکت شدم وقتی آقازاده بود، مقاومت زیادی هم کرد. ما مجبور شدیم این کارا کنیم وگرنه ما اهل این کارا نیستیم. ابی پولی بهمون فشار اومده. خب دلیل نمیشه شکنجه کنید گروگان. چرا کردیم؟ دقیقا که خوشحال کردیم. داری میگه دندونش شکسته، تجاوزم شده. نه دندونش به ما ربطی نه، شکسته بود. احتمالاً من حس کنم دندون میزده چیکوندن. نه وارد جزئیات دیگه نشو. آره خلاصه که تجاوز شده، آقای پیغامی هم MD داره، مرسی. پزشک قانونی. متشکرم. دهنم. خب بفرمایید. خب شما تشریف داشته باشید. میدون که به گروگان آسیب برسه حکم تیر شما صادر میشه. قطعا آره، که نمیتونی در سالم بیاری از می‌خواین. این ماده. هم گفتم تا 5 دقیقه دیگه، یعنی در الان ساعت چند؟ یه دقیقه 3:40. آها درست. بعد کامندری عملیات شما آمدید میگیرید دیگه. خب نه کامندریو که برای ارسط برشی چیزاشو خودتون به عهده خودم بگیرید. چشم. بله بله. فقط شهدا رو بگم بیاد یا میگیم بیاد؟ میخواید بگید بیاد. خوشه حال فرقی نداره. ایر BCSD کسی در حال فراره از اونور. یه ساسپکت بود که رفت سمت ماشین داره، بعد دوباره بک داد که گروگان. انفور نفر ایم دارن. ما این ما بالای کوهی میتونیم همچنان کلیرشون کنیم. منفیه آقای چرا وضعیت گروگان نیاز به یه شلوار جدید داره. الان حال روحی جسمیش همه چی شوکه یا روحی که نه بنده خدا چیز شد، مستقیم شد و فقط می اومدن. من یه چوب پنبه وارد کردم، فعلا کاش شده جواب نمیده، میتره که یه ذره دیر بگیره. کاملا درست. خیلی ممنون دیگه. ساسپکت رو زدم، بزنید ساسپکت گروگان رو کشتن. کشتن؟ شات فایر صادره. حکم تیر همه‌شون صادره. گروگان رو کشتن. وان ساسپکت داون. تمام شد همشون که دیگه. همه نریزین دوست. همین کی بود خودشو پرت کرد پایین؟ مرد. خب یه نفرشون خودشو پرت. تو چرا مردی؟ خودی خود. یکی از ساسپکت ها خودشو پرت کرده پایین. ویژوال هم بهش. یکی از ساسپکت خودش صرف کرد. یکم افتاده پایین آب. سورا ویژوال ساسپکت یک پایین رو چند دستشون در میرن کردن. یه نفر واحدی بره پایین. بره بالا سر اون ساسپکتی خودش پرت کرده پایین افتاده بگیریدش. خود دارم میرم. مثلا یا سخنش ساسپکتا رو بچه های SSP بگیریدشون بیاریدشون. آقا بی زحمت اون ماشین جا نداره، من اینو بذارم اینجا. BCSD در 45 رادیو 11. شما رو میذارم تو ماشین در میبنم. بذارشم.